سلام و درود، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یه بازی ترسناک از چنل ایبی مکس. امروز اومدیم بازی گرنی همچین اسمی داره. متنش اینجا میاد، بخونید ببینید چیه بازیه. بازی به شدت ترسناک. من رفتم تستش کنم، یه مرحله بازی کردم سکته کردم، جوری اومد تو صفحه. حالا نمیدونم دیگه، شما تا آخر ویدیو با ما همراه بشین. اگر ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کن. اگه منتظر پارت بعدی بودی، اگه خواستی، یک تو کامنت ها بگو، دو اینکه سابسکرایب کن که ویدیو بعدی گذاشتم حتما ببینیم. پس بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب آقا اینم بازی، این شروع شدن بازیه. به شدت بازی ترسناک. من رفتم یه تست کوچیک از این بازی داشته باشم، داشتم سکته میکردم، قلبم داشت وای میستاد. خب اینم از بازی. چیزی که قرار ما رو بترسونه اینه، این پدر سوخته همونطور که رو صفحه میبینه اسمش گرانیه. گرانی یه چیزی گرونی زده. خب آقا پلی رو میزنیم. دارکت لوکین فارسی انگلیسی سخته اینا های دیفیکالتی هم هارده. کانتینیو رو میزنیم، دوباره کانتینیو، بریم بازی رو ببینیم چجوریه. بازی ترسناکه ها. بعد احتیاط منتظر ویدیوهای ترسناک باشید. اگه از این ویدیو حمایت کردین که بازم میذارم، اگه نه که نمیذارم دیگه. دیگه همون لیتس پلی ماینکرافتمون رو میذاریم. حتما به چنلم سر بزنید. خب آقا این هم از گیم. یا خدا، من روی این تخت میخوابیدم، یعنی تو این محیط روی این تخت میخوابید؟ تو چه آدم گاوی هستی بدبخت. یا بلفز، یا خدا، یا ابلفز، این چه زهر ماری بود اومد تو صورتمون؟ نمیفهمم این چی بود. یا خدا. روز دو. وات؟ یعنی چی؟ یعنی زد کشتت دوباره فردا شد؟ یعنی خوابت برد؟ یعنی خوابی توی این محیط با این هیولایی که تو خونه زندگی میکنه میخوابی؟ اصلا تخت تو ببینم. میتونیم بریم زیر تخت بچه ها. بریم زیر تخت. تو گرنی میخوای چه غلطی بکنی؟ بدبخت یتیم بیچاره چیکار کنی؟ یا بلفز، یا خدا. حاجی موهای تنم داره سیخ میشه، دستم داره میلرزه. خیلی ترسناکه این. اصلا پیشنهاد نمیکنم این بازیو. یعنی اونایی که مشکل قلبی دارن اصلا بازی نکنن این بازی. خیلی ترسناکه. اصلا این جامپ اسکری که داره. چی یا ابوالفضل، یا خدا چیکار کنیم؟ یا خدا. خب آقا بریم تا وقتی نیومده بریم. خب تو از این پایین میومدی، خب ها از این بر میریم ما. یتیم بدبخت بیچاره فلک زده. مثل اینکه باید فرار کنیم تو این بازی. خب هرچه زودتر تونتر فرار میکنیم. یا ابوالفضل، یا خدا. حاجی داشت گوشی از دستم میافتاد. وای حاجی وای چجوری شد آقا؟ من داد نمیزنم اینجا، خیلی نمیتونم داد بزنم، وگرنه ببین اونقدر ترسناکی اصلا نمیشه داد زد. حاجی خیلی بد میترسونه حاجی. آقا صدای گیم قطع کردم چون صدای زیاد جالب نیست، ولی بریم. خب مثل اینکه باید از دستمون هرون چیز ببخش بالاخره باید فرار کنیم دیگه، یا نه؟ آقا بریم زیر تخت ببینیم چی میشه. آقا زیر تخت نیم الان، کسی نباید بیاد. عذرخواهی میکنم، ببخشید. یا خدا. یا بلفز، لپتاپ، کامپیوتر، کیس گیمینگ. یو 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 های گایز آیلو. او یا بلفز، یا خدا. یا این کیه دیگه دنبال ما؟ این کیه؟ تو کی دیگه؟ تو نه یا دنبال یا این کی بود؟ یا خدا از نزدیک دیدم داشتم فرار میکردم. چه بد ساختن کاراکترشو. خیلی ترسناک بود. نمیشه فای روز پنجم دلست. چی؟ دلست؟ هر کی فهمید تو کامنت فکرم روز آخرم چیزی بود. چیزی عجیب نمیفهمم دیگه چی بود. ولی بریم جلو. چی خیلی ترسناک بود خدا وکیلی. یعنی شما الان دارید مثلا این فیلم باز گیم پلی نگاه میکنید، ولی واقعا باورتون نمیشه خیلی ترسناکه. اصلا کسی که داره این بازی میکنه، بازی میکنه، خیلی بازیش ترسناکه. کامپیوتر گیمینگ هم که دیدیم بچه‌ها. آقا هیچی نیست که اینجا.
مثل این که باید فرار کنیم از دست اون هیولای وحشی. خب بذار اینو اینجا بیاد. دنبال بازی دنبال بازی بیا بابا بیا دنبال بازی بیا دنبال بازی بیا باقی بازی رو پیدا کردم بچه الان من میافتم دنبالت. یا اول فاز غلط کردم، ببخش بابا ببخش. تو چرا اینقدر عصبانی میشی؟ چرا اینجوری بیا نینی کوچولو بیا دنبالم بودو باریکلا بیا ببین انقدر دنبال خودم که خسته بشه اصلا بازی باگ بخوره کرش کنه. بیا باز خود میخوای بکشی؟ نه غلط کرد بابا ببخشید. چرا عصبانی میشی سری؟ عصبانی نباش. با یکم آدم آدم که نیستی، هیولای حیوان نیا دنبالم. هار با موشه محله چیکار میکنی؟ نکن. میگم گربه کم شد، میگم گربه بخورن تا نکن. با بس دیگه بابا هی بهت رو نمیدم، هی دنبالت میکنم. نکن دیگه، من با شوخی دارم. سن بابا تو دارم، بی تربیت انگل جامعه. نکن بابا نه دنبالم دیگه. چرا اینجوری هستی؟ نه یا دنبالم. این چه هیولایی هستی تو؟ چه گرنی بی تربیتی هستی؟ نه یا دیگه دنبال آدما. این مریضی. من وای میسم بابا ببخش بابا غلط کردم. تو چرا انقدر فشاری میشی سری؟ اعصاب خودت خوب نکن، دنیا ارزش نره. یا غلط ببخشید. ببین الان من باهات رو در روشم، میخوای چیکار کنی؟ رو در رو میشم. بیا یا چی؟ یه لحظه دستشو برد بالا، گفتم الان دست میاد بیرون از گوشی یقه منو میگیره. یه لحظه دیدین بچه‌ها باگ بازی رو دیدین؟ اینجا کجاست؟ مرسدس یا چرا پشت فرمون نشسته این؟ چیکار داره میکنه؟ خود با ماشین شتاب بگیره بزنه به ما؟ یا بالفاز چه بازی زهر ما روی گیم اوور. تازه شد گیم اوور بعد 5 بار ما رو کشتن شده تازه شد گیم اوور. من نمیفهمم چه وضعیه. رفت از اول یعنی چی؟ این چی بودی کانتینیو کنم؟ یعنی چی؟ مسخره بازی چی آقا؟ نگو که رفت روز اول. وای آقا رفت روز اول. آقا خیلی ممنون تماشا کردین، خیلی ممنون که این ویدیو تماشا کردین. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنین و برام پارت بعدی رو تو کامنت ها بنویسید اگه از ویدیو خوشتون اومد. و وای میسیم تا این حوالا بیاد. احتمالاً پارت یعنی ویدیوهای بیشتری از منظورم اینه که کلا میخوام ویدیوهای یعنی گیم‌های ترسناک زیاد بزنم، پس چنل منو حتما سابسکرایب کنین. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین و اون هیولای چرا نمیاد ما رو بخوره. بیا دیگه بیا دیگه. خیلی ممنون. موش اومد. فکر کنم الان میاد. چرا نیومد؟ بودو دیگه کار داریم نمیفهمی؟ الان بذار حاجی بیاد به خدا قطع میکنیم. بیا کدو کنکله. آقا کلی قراره گیم های ترسناک بزنیم. این حالا آشغال بود چی؟ یه بازی ترسناک میارم خودتون از تو وقتی این ویدیو رو نام کنین سکته قلبی کنین. اینجوری نه. این چیه؟ این به درد نمیخوره. یه جامپ استایل ریز. بیا دیگه. چون نمیای تو؟ عجب به درد نخوریه ها. با بیا دیگه. بیا. نمیای؟ ناز نکن یا برفت. چه زومی شد یا خدا. خیلی ممنون که این ویدیو. بای.